بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انت کما احب فاجعلنی کما تحب. خدایا تو آنگونه‌ای که من دوست دارم، پس مرا آنگونه کن که تو دوست داری و میپسندی. به حق محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، اللهم آمین. سلام علیکم خانم ها، آقایان محترم، هم نفسای نازنین، دوست داشتنی و همیشگی یاد خدا. الهی که خوب باشین، سلامت و تندرست باشین. میدونم که حواستون هست چهارشنبه است و بحث ما موضوع مهم عفاف هست به کارشناسی استاد عزیزم حجت الاسلام و المسلمین موسوی مطلق عزیز و نازنین که قدم چشم من گذاشتن. یه قدری تأمل بکنین، خیلی راه دوری نرین و برگردین. ما گفتگومون رو در محضر شما شروع خواهیم کرد. بفرمایید. خواهش می‌کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اجازه بدید سلام و خیر مقدم عرض بکنم به آقای موسوی مطلق عزیز که قدم چشم من گذاشتن. آقا سلام علیکم. سلام علیکم. خیلی خیلی خوش آمد. سلامت باشی. خوشحالیم از زیارت. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و فریخته همراهان ما در برنامه یاد خدا. انشالله همیشه یاد خدا باشید. سلامت باشین. مخلص شما هستیم. خیلی دوست داریم همیشه یاد خدا باشیم. برای همینه که تا وقت گیر میاریم میریم پیش امامزاده‌ای، پیش امام واجب و تعظیمی، کربلای، مشهدی، جایی احساس میکنیم اینجاها که میریم بیشتر به خدا نزدیکتریم، یاد خدا میکنیم. همچین حسی داریم. حالا همینطورم. یه چند روزی هست ما یاد خدا رو آوردیم اینجا به امامزاده که احساس هممون این باشه که احتمالاً به برکت دعای این زوات مقدسه ما بیشتر به یاد خدا باشیم و نزدیکتر بشیم. انشالله به یاری خدا. و مرحوم آیت الله عظما بحثی یه تعبیری داشت راجع به امامزادگان. فرمودن همینطوری که جسم ما نیازمند تامین همه ویتامین ها اینا هستیم، امامزادگان هم هر کدوم یه ویژگی دارن و یک اثری در نفس ما داره. مخصوصا این امامزاده عظیم الشأن که فرزند بلافصل حضرت جوادالائمه است، فرزند بلافصل امام معصوم است. در واقع در قم می شود گفت سومین مرکز و حرم عظیم اهل بیت است. حضرت معصومه سلام الله علیه مسجد جمکران و حضرت موسی مبرقه و چلخترانی که اینجا آرمیدن. خیلی خوب، انشالله که زیارتشون قسمت همه آرزومندان بشه. خب ما از چهارشنبه هفته گذشته اگه خاطر مبارکتون باشه، اگر هم نبود به نظرم با دیدن چهره آقای موسوی مطلق حتما یادتون اومده که ما راجع به موضوع خیلی مهم عفاف بحثمون شروع کردیم. من نکاتی شنیدم از آقا که تا الان نشنیده بودم، دقیق و فنی و کاربردی از درباره تعاریفی که پیرامون خود واژه عفاف هست به لحاظ لغتی و اصطلاحی، و بعد هم نگاهی که به آیات قرآن کریم داشتن پیرامون عفاف. نکته مهمی که برای هممون ثابت شد اینی که اتفاقاً موضوع عفاف در ارتباط با آقایون اهمیت حتی بیشتری داره، در قرآن هم ابتدا ذکر شده. و حالا میپردازیم به موضوع عفاف در آینه روایات به نظرم. بله همینطور است. خب ما در لغت و اصطلاح و آیات گفتیم، حالا در آیات البته یک مصداق انسان عفیف رو هم حضرت یوسف علیه السلام معرفی کرد. بله. یک سوره مستقلاً برای حضرت یوسف علیه السلام هست. شما دیگه جای دیگری از قرآن راجع به حضرت یوسف سخن نیومده. مثلا حضرت موسی علیه السلام بیش از 120 مرتبه در کل قرآن بله آمده، ولی اینجا احسن القصص است. مصدر بگیریم یا غیر مصدر بگیریم هم می شود گفت به عنوان بهترین نوع قصه گویی، هم بهترین قصه است. همش هم در یک سوره آمده است و مصداقش هم که حضرت یوسف علیه السلام است. منتها من قصه حضرت یوسف رو به مناسبت‌های اشارات گذاشتم که در ضمن روایت اگر شد اشاراتی هم بنابر حکمت و مصلحتی عرض بکنیم. میفهم. اما وقتی ما روایات رو می‌بینیم در کتب روایی ما، هم کثرت تعداد روایات و هم عمقی که در این کلمات و اینها آمده، یعنی گستردگی موضوع، کثرت و گستردگی موضوع عفاف و عفت، میفهمیم که جایگاه با اهمیتی داره. من بخوام در واقع عفت و عفاف رو هم در آینه روایت و این برنامه هایی که در خدمت استالی و بینندگان ارجمند هستیم بررسی بکنیم، یعنی گفتگو بکنیم. هم کلام اهل بیت رو گفتیم نورانیت داره، هم هر سوالی هم که باشه راجع به عفاف و عفت تو دل همین روایات هست
هر چقدر که انسان بخواد معرفتش به این موضوع بیشتر بشه در روایات آمده است. خب ادب اقتضا میکنه که یک روایتی رو از رسول الله المعظم صلی الله علیه و سلم ما ابتدای کلام داشته باشیم. این روایت رو که میخوام عرض بکنم در امالی طوسی آمده است. ما حدود 30 تا کتاب امالی داریم که معروفش امالی طوسی و امالی مفید هست. امالی هم یعنی که اون استاد می نشسته روایات مطلب رو بیان می کرده، می نوشته، املا می کرده، دیگران بعد متعلق او می دادن یه تصحیح می کرده و بعد مرحوم شیخ طوسی اعلی الله مقامه شریف که انشالله بر باب طوسی حرم امیرالمومنین که میرن کنارش مسجد جامع طوسی هست، اونجا هم شیخ طوسی دفن هست، سید بحرالعلوم دفن هست. حتما قسمت شد اونجا هم عزیزان به زیارت خواهند رفت. در طول 3 سال این کتاب رو برای شاگردانش تدریس فرموده. یعنی از تاریخ روایت اول و آخری که بیان شده معلوم میشه که 3 سال طول کشیده. یعنی سال 400 مجلس اول 455، مجلس آخر سال 458 بوده. بیش از 1500 روایت در این کتاب شریف مرحوم شیخ طوسی آمده است. و پیغمبر فرموده ان الله یحب، با این عنوان شد. درست. خب مستحضری دیگه شما الحمدلله خودتون کارشناس قرآنی هستید. در قرآن ما یک افراد و افکار و اقشاری داریم که خدای متعال فریاد زده من اینا رو دوست دارم. یکی از کمالات این است که انسان بتواند اون چه و اون که را دوست دارد فریاد بزنه، مطرح بکن. اصلا محبت برای ابراز است، محبت برای گفتنه. اگر کسی قدرت این رو نداره که محبت رو ابراز بکنه این کامل نیست، خیلی ضعیفه. خود خدا این رو عمل کرد، پیغمبر این رو عمل کرد، اهل بیت این رو عمل کردن. خدا در قرآن ان الله یحب التوابین یحب المطهرین یحب المحسنین میگه، هیچ ابایی هم نداره. خدا نیاز داره؟ خیال نکنین اگر کسی ابراز محبت کرد از سر نیازه. تازه هرچه انسان رشد بکنه این چنین نیازاش کمتر میشه. به قول جناب خواجه عارف شیراز سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد؟ ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود. خدا وقتی میگه من دوستتون دارم از سر احتیاج نیست، از سر اشتیاقه. پدر جناب موسی مبرقه حضرت جواد الائمه به یکی از دوستانش نامه نوشته، میگه من نگاه کردم زیر این چرخ کبود ندیدم کسی رو بیشتر از تو دوست ندارم. امام معصومه ابراز میکنه. سید الشهدا ببینید چجوری نسبت به دوستانش. امیرالمومنین در همین نهج البلاغه شریف یاد میکنه، میگه در ایام ماضیه من رو یه دوستی بود که در چشم من خیلی بزرگ بود. بعد شاخصه‌هایی رو برمی‌شماره، یکیش اینه چون دنیا تو چشمش کوچیک بود تو چشم من علی خیلی بزرگ. اینی که ما در روایات داریم که حتما آقایون به خانم‌هاشون بگن، خانم‌ها به آقایشون بگن که دوست داریم. یعنی این رو ابراز بکنن. این کماله. به بچه باید گفت، هیچ ابراز یعنی چیزی اغماض نباید کرد. مزد رسالت پیامبر قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربى. این خواسته از ما این کار رو انجام بدیم. مودت هم اون احساس درونی است، چیزی که در درون باشه حتما به برون میاد. اگر ظاهری باشه نه. مقطعی برد خیلی کوتاهی داره. حالا مرحوم صدوق از قول رسول الله نقل میکنه که خدا شخص با حیا و دارای مناعت تعب رو دوست داره. یعنی اگر ما بخوایم محبوب خدا بشیم باید با عفت بشیم. خدا دوستمون داره، بیانم کرد. کسانی که دوست دارید کسی شما رو دوست داشته باشد، این نیاز همه دوست داشته شدن. بله دوست داشته شدن. چی بهتر از خدا و چی بهتر از عفاف و عفت که اینجا هم پیغمبر بیان کرد. باز روایت دیگر اون رو از منابع آیان شیعه خوندم، این از منابع برادران اهل سنت عرض بکنم. در
سنن ابن ماجه، محمد ابن ماجه که ششمین کتاب از صحاح سته است. برادران اهل سنت 6 تا کتاب صحیح داره میشه که صحاح سته است که این ششمینش از سال 275 هجری بوده. ایشون هم نقل میکنه ان الله، از قول رسول الله المعظم، ان الله یحب عبده المؤمن الفقیر المتعفف ابا العیال. میگه خدا بندش رو دوست داره. کدوم بنده؟ بنده ای که مؤمنه، بعد این مؤمن فقیر هم هست، عیالوار هم هست، اما عفت داره، عفیف. اینطور نیست که نیازش رو هر جایی جار بزنه. حالا به هر دلیلی هر کسی فقیر است، یا خودش مقصر بوده یا اجتماع مقصر بوده است، یا هر دلیلی که داشته، اما این فقر آمد. اولا فقر ننگ نیست. پیغمبر ما فرمود، در مستدرک داریم، فرمود الفقر فقری، همون فقر به معنای در مقابل خدای متعال که انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید، همین فقر ظاهری. به قول آیون علما و عرفا فرمود مال دنیا اگه خوب بود خدا بعضا زهرا میداد. خدا مال دنیا رو هم به دوستش میده هم به دشمنش میده، ولی محبت خودش رو فقط به چی؟ به دوستانش میدن. خیلی این چی هستن. حالا بعد نیستی روایت رو عرض بکنیم. یکی از چیزهایی که فقر میاره اظهار فقر کردن. یعنی شما هی ندارید رو سر چهار راه ببری، علم بکنی، هی اینو بیان بکنی. درست مقابل شکر نعمتت افزون کند. اینجا هم کتمان فقرت افزون به درون میاره شما رو، یعنی فقرت رو خاتمه میبخشه. اگر اظهار بکنی، اظهار فقر فقیرترت میکنی، ازدیاد فقر به اصطلاح عقب‌تر. حالا میگه بنده مؤمن هست، عبد من که هست، مؤمن هم هست، عیالوار هم هست، فقیر هم هست، اما عفیف. میگه من دوست دارم این شخص، این عفت رو دوست دارم. بعد یه روایت عجیبی هم هست که خدا قیامت از فقرا عذرخواهی میکنه. الله اکبر. از فهمید چی خدا اونجا یک خدا نمایشی رو اجرا میکنه، فقرا رو میاره، خدای متعال ابلاغ میکند که عذرخواهی، یعنی شما یک رنجهایی رو تحمل کردید با هر دلیل. خب این رنجها اولش اینه که یه عذرخواهی، بعد حکمت معلوم میشه که حالا ببینید جایگاهتون رو که این دنیا همه چیز نبود، منتها ما تصوری که از آخرت داریم تصور ناقصی است. من به نظرم چه بسا خیلی از اغنیایی که اون دنیا قبطه بخورن با حال فقرایی که این دنیا فقیر بودن، باش ما فقیر بودیم. چون به نظرم فقر و غنا هر دوش وسیله آزمون ابتلا میتونه باشه. اگر اجازه بدین ما یه فاصله بگیریم و برگردیم و ادامه روایات پیرامون بحث عفاف که نکات کلیدی و دقیقی رو دارن میفرمایند راجع به شاخه های مختلف عفاف. همونطور که ملاحظه میفرمایید فقط محدود به موضوع بحث جنسی و جنسیتی نیست. میبینیم دایره بحث عفاف خیلی دایره وسیعی است با توجه به روایت که دارن میفرمایند، قابل تأمل. بفرمایید. خواهش می‌کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همچنان خدمت آقای موسوی مطلق عزیز هستیم. با توجه به روایات دارن موضوع عفاف رو تبیین می‌فرمایند. حالا ما یه روایتی خوندیم از پیغمبر از سنن ابن ماجه، یه روایت دیگر هم باید از پیغمبر عرض بکنم و بعد میخوام یه داستان عرض بکنم. ثلاثه کلهم حق علی الله اونا. میگه 3 گروه هستن که حق خداست، خدا بر خودش واجب کرده، لازم کرده که اینها رو کمک بکنه. یکیشون همون جنگاوری است که در راه خدا میره و جنگ میکنه، القاضی فی سبیل الله. یکم الناکح الذی یرید التعفف، او کسی که به قصد عفت ورزی میره ازدواج میکنه. آورده این رو در کنار کسی که در راه خدا داره جنگ میکنه، خیلی مبارزه با نفسه. بعدم خب انسان قرار شد محبوب خدا هم باشه. اگر هم فقر بود این فقر باعث نشه
که انسان بی عفتی در بیاره. خدا مؤمن فقیر عفیف رو دوست داره. خدا کلا عفت رو دوست داره، حالا از نوع هر کی باشه. و در طول تاریخ نگاه خدا قصه های قرآن رو برای فرق قصه های مردم با قصه های خدا اینه: قصه های خدا برای بیدار شدن، قصه های مردم برای خوابیدن. بخواب. خدا حضرت یوسف رو که آورد این قدم تاکید کرده این سوره رو بخونید، قرآن رو بخونید، حالا برای ما یه داستانی بگه ما خوابمون بگیره؟ نه. خب اگه قرار بود یوسف فقط این کار رو انجام داده، برای چی به ما میگی دل ما رو میسوزونی؟ نه، دارم میگم که میشود این کار رو کرد. عارف ربانی مرحوم آفخر تهرانی یه جمله‌ای داره، خیلی جمله قشنگی است. می‌فرماید که خدا در هر شهری، در هر صنفی یه حجت داره که بر دیگران دیگه حجت تمام. یعنی مثلا بینندگان عزیز و ارجمند از هر شهری دارن الان ما رو نگاه میکنن، یقین بداند در این شهر، من نمیدونم شما کدوم شهر دارید میبینید، داخل خارج هر جا دارید برنامه رو تماشا میکنید، ولی مرحوم آفق میگه خدا در هر شهری، در هر صنفی یه حجت داره. حتما تو پزشکای هر شهری یه پزشک است که سرآمد همه است، متدین، حتما یه خیاط، بله، حتما یه معلم، حتما یه روحانی، حتما یه مهندس، حتما یه کارگر، حتما یه کاسب که برای دیگران شاخصه است. حضرت یوسف علیه السلام شاخصه قوی و کامل هست برای همه. ما چقدر افراد رو داشتیم که الهام گرفتن از قصه حضرت یوسف علیه السلام و نجات پیدا کردن. حالا من به اقتضای وقت یه نمونه رو عرض بکنم، تفاوتایی هم داره که احتمالاً تفاوتاش رو بعد در برنامه دیگر. ببینید این داستان مال قبل از انقلاب. یک بچه کارگر، خودش هم کارگری کرده، بنایی کرده، تو بنایی هم رسیده بالاخره به یه حدی از تخصص. حالا وقتی سربازیش هم شده، آوردن دو رفت و میخواستن از سربازی در برن سابق، چون توی قامت لباس سربازی ظلم میشد، چون تحت حکومت الله و ولایت که نبود، تحت حکومت طاغوت بود دیگه، خیلی میلی نبود به این رفتن ها. به هر حال این آقا رفت سربازی. تو سربازی دوره آموزشی که سخت‌ترین دوره ها بوده و الان هم باز نسبت به خود سربازی دوره سختی است. دوره آموزشی که تموم شد، فصل جدیدی است، دوره تقسیمه که حالا افراد کجا بیافتن تقسیم. سابقا اینطوری بود که هر که پول داشت، پارتی داشت، نفوذی داشت، چیزی، خب بالاخره جای خوبی میافتاد دیگه. این بنده خدای کارگر گفتن حالا مثلا کجا باید بندازن، تو گوشه مرزی، تو گرما و کمبود امکانات و همه اینها. خدا همه مرزداران ما را حفظ میکنه. امام سجاد علیه السلام توی دعای مرزداران حضرت در صحیفه سجادی خیلی خواندنی است، خیلی چیز زیبایی است. امام داره مرزداران حکومت دیگران رو هم میگه، یعنی اونا قداستشون، ارزش کارشون کم نمیشه، اونا از مرزها دارن حفاظت میکنن. حالا علی موقع به اصطلاح تقسیم، اتفاقا برخلاف عرف ایشون شد گماشته خانه یک تیمسار. ای بابا، گماشته خانه تیمسار یعنی چی؟ یعنی کارهای شخصیشو انجام بده. این شخصی که موهاشو کچل نمی‌کرد، غذای خوب، خوابگاه که دیگه خوابگاه نبود اونجا، حتما یه جایی بهشون میگن، خیلی یکی از بهترین کارهای یه سرباز. حالا دیگه نزدیک یک مقام بلندپایه کارم میتونست راه بندازه. خب خیلی خوب، نامش هم گرفت و رفت و معرفی کردن. این آقای سرباز بنا رو بردن معرفی بکنن، خونه فلانی است، همین الان برو اونجا خودت معرفی بکن، از امروز شما اتاقکی داری و کارا رو انجام میدی. چه بسا خیلی آرزو داشتن، خیلی آرزو داشتن جای اون برن. یکی اصلا پارتی نداشت، پولی نداشت. آره مثلا بهره که لازم باشه که یه چنین جایی بیفته نداشت، اما خدا بندگانش رو امتحان میکنه. ایشون رفت در همون ورود اول به خانه اون تیمسار، دید که زن اون تیمسار با بدترین وضع ممکن اونجا هست و از ایشون استقبال کرد و متاسفانه ایشون رو دعوت به خودش کرد. عجب. یک جوان رو ببینید در اوج شهوت، الان همه چی فراهمه،
هیچ مشکلی هم نداره، خودش هم داره میگه. جلوه نمایی هم که کرده، پسر آیت الله هم که نبوده، خودش هم آیت الله که نبوده، نه عرفان نظری هم میدونسته نه عرفان عملی هم میدونسته، هیچ. حالا اومده اونجا یه همچه اتفاق افتاده، ایشون یک لحظه با خودش فکر میکنه خدای اینجا این کار خلاف شرع است، این زن داره به شوهرش خیانت میکنه، بعد من اینجا 2 سال میخوام خدمت بکنم، یعنی 2 سال در واقع خدمت شیطان کنم؟ نه. یاد صدیقه طاهره میفته که اگه از زهرا اگه که نه میبینن ائمه که این چنینن، همونجا میزنه زیر کاسه کوزه و از سربازی فرار. فراری هم میشه، مخفی میشه. جرم تلقی کرده، از سربازی فراری کرده، جسارت به مثلا خانواده یک تیمسار زمان پهلوی انجام داده، بگیرنش معلوم نیست جان سالم به دربار اعدامش نکنه. بعضی از دوستانش پیداش کردن گفتن آقا چه کاری بود کردی، بیا بریم عذرخواهی بکنیم، والا بالاخره پیشنهاد قبول نکرد. خدا گفته نه ما که تعارف نداریم با این چیز. از قضا انقلاب شد. تو این انقلابیون به این دریای خروشان ملت تحت ولایت ایشون افتاد. میدونید که این جوان کارگر فرار کرده از معرکه معصیت کیست؟ شهید برونسی است. آخه گفت حالا برای من ترک کردی؟ من تو خزانه خودم بهترین در رو که شهادت است این رو بتون. لذا میشه شهید برونسی که اون قبر نداشتش، اون یادمانش اونجا مردم حاجت میگیرن. بعد چیزایی که از شهید برونسی نقل میکنن در دیگه همه میدانن، کیه که این رو نشنیده باشه. شبی است که میخوان رد بشن اینجا میدان مینه، هیچی الان ممکنه همه اینا قتل عام بشن. رفیقش میگه که از سادات بوده، میگه تو این دل شب ما بعد این معبر رو باز میکرده، دیدیم که ایشون افتاد سجده. وقتی بلند شد صورت خیس، خاک زمین خیس، گفت از این طرف. همه اینا آمدن و معبر باز شد و تمام اونجا میدان مین بود. بعدن ازش سوال میکنه که آقا چی شد؟ چطور شد؟ گفت اونجا که رفتم سجده به مادرتون آقا سادات بدید، متوسل شد. حضرت زهرا به من گفت از این مسیر میرسه انسان به اینطور جای. مگه نداریم عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی انا اقول لشیء کن فیکون فانت تقول لشیء کن فیکون. بنده من رو اطاعت بکن تا من تو رو مثل خودم قرار بدم. خدا مثل ندارد، لیس کمثله شیء، ولی مثل دارد و له المثل الاعلی. خدا مثل اعلا داره. میگه بنده تو من رو اطاعت بکن، من تو رو مثل خودم قرار میدم. یعنی یک لحظه خودداری، خویشتنداری، مهار نفس و گرفتن، عفت و عفاف پیشه کردن تو رو به چه جاهایی میتونه برسونه. نمونه های تاریخیش و قرآنیش رو فرمودید، نمونه و من یاد خیلی از شخصیت علما افتادم که بزرگشون کرد خدا و تو چشمشون قرار داد. که عجیبه واقعا چه آثار و برکاتی میتونه داشته باشه اگر خودش آدم به خاطر خدا حفظ بکنه. خیلی ممنون، خیلی تأثیرگذار بود و مثل همیشه استفاده کرد. سلامت باشید. مخلص شما هستم. خیلی ممنونم که تماشا کردید برنامه خودتون رو. این دومین برنامه ما بود. ما انشاءالله چهارشنبه هفته بعدم خدمت استاد خواهیم بود به شرط توفیق و حیات و بحثمون راجع به عفاف ادامه پیدا خواهد کرد. مراقب خودتون و خوبیاتون باشین. التماس دعا یا حق. خداحافظ.